بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، من مهدی گرشن بهشتی هستم و اینجا کانال رد خون. من قبل از اینکه میخوام شروع کنم یک معذرت خواهی به تمام عزیزان دارم که نتوانستم یک ویدیو ضبط بکنم. آن هم دلایلش را همه میدانید و گفتنش اصلا لازم نیست. و یک عرض تسلیه به آن کسانی که کشته شدند که سربسته میگویم دردسر نشد. ما امروز آمدیم درباره یک پرونده سیاه در خود تهران را برای شما بازگو بکنیم. داستان مردی که با ترفندهای اینترنتی زنان را فریب میداده و سپس مورد تجاوز و تعرض قرار میداده است. این ماجرا واقعا تکان دهنده است. معرفی اصلی حادثه این گونه است: در تهران چند زن برای از یک مرد شکایت میکنند که آنها را فریب داده و بعد به آنها تعرض کرده است. متهم با استفاده از سایت های آگهی جعلی استخدام در سایت های معروف زنان را به محل ملک خود میکشاند. سپس با تهدید و اعمال زور نه تنها به آنها تجاوز بلکه قربانیان را هم با تهدید و اعمال زور نه تنها تجاوز کرده بلکه اموال قربانیان را هم می‌دزدیده است. چه آدم بدجنسی بود. روش و شگرد این فرد این گونه بوده است: متهم با درج آگهی کار و نظافت زنان را به محل جذب می‌کرد. بعد از تماس با متهم با درج آگهی کار نظافت زنان را جذب می‌کرد. پس از تماس با آنها را به مگر هدایت می‌کرد. به آدرس مگر هدایت می‌کرد. در مسیر یا در محل با تهدید، اجبار و تجاوز آنها را آزار می‌داده و اموالشان را سرقت می‌کرده است. شکایت و روند قضاییش: بیش از 30 شکایت رسمی از زنان مختلف به شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران میرسد. متهم ابتدا فقط دزدی کرده، اما معاینت پزشکی قانونی آثار تجاوز و ضرب و جرح را نیز نشان می‌دهد. دادگاه شعبه 20 دادگاه وثیقه 20 میلیارد تومانی را لغو کرد و به قرار بازداشت ماند. در پرونده مرتبط مرد دیگری که بیش از 40 زن را مورد آزار قرار داده بود به اعدام محکوم می شود. بازپرس پرونده او را به اتهام فساد فی الارض معرفی می کند.
چنین پرونده هایی که زنگ خطر اجتماع را به صدا در میآورند، شیوه های فریب در فضای اینترنتی، ضعف آگاهی عمومی نسبت به این خطرات، همچنین فشار روانی قربانیان باعث می شود چنین جرایمی ادامه داشته باشد. نظر شما در این محل چیست؟ به نظر شما مسئولین در رسانه ها و پلیس در مقابل چنین پرونده هایی چیست؟ کامنت بگذارید و واقعا از ما حمایت بکنید. از لطف شما واقعا سپاسگزارم. تشکر از شما.